مقامات وزارت دفاع تاجیکستان میگویند که در رزمایش‌های بوتکند خطری را نمی‌بینند. وزارت دفاع میگوید رزمایش‌های برنامه‌ریزی شده کاری داخلی کشور همسایه است و برای تاجیکستان خطری ایجاد نمی‌کند. نیروهای خدمات مرزبانی و وزارت دفاع قرقیزستان در ولایت بوتکند هممرز با ولایت سوخت تاجیکستان از جمله با شرکت سربازان ذخیروی تا 50 ساله مشق‌های حربی برگزار می‌کنند. بعد تیرپرانی روز 11 ینور که با جراحت 8 مرزبان تاجیک و قرقیز انجامید، مرز قرقیزستان با تاجیکستان بسته باقی میماند. هر دو جانب همدیگر را در سر زدن نیزای اخیر مرزی گناهکار میکنند. موضوع پوشش اخبار مربوط به ماجراهای مرزی تاجیکستان و قرقیزستان یکی از سوال‌هایی بود که به مقامات کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان داده شد. مقامات کمیته به اصطلاح باخت جنگ اطلاعاتی را در پوشش بحث‌های مرزی از جانب تلویزیون دولتی رد کرده گفتند که تنها خلاصه رسمی دولت را پخش خواهند کرد. معاون رئیس این کمیته سعید علی صدیق گفت موقع تاجیکستان نسبت موقع کشور همسایه بهتر است و وقت این را نشان خواهد داد. در روستای چارکوه اسفره مراسم دفن امیدجان تاجیف 34 ساله یک عضو حزب نهضت اسلامی برگزار شد که اخیراً در بیمارخانه زندان خوجند درگذشت. مقامات کسلخانه گفتند که تاجیف متهم به همکاری با سازمان‌های اکستریمیستی بر اثر سکته قلب جان داده است. بعد بازداشتش در آخر ماه اکتبر پارسال تاجیف مورد شکنجه شدید قرار گرفت و مادر او از پرزیدنت خواست که شخصاً جریان تحقیق پرونده پسرش را نظارت کند. امروز شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی حادثه به مرگ رسانیدن امیدجان تاجیف را محکوم نموده از دادستانی کل طلب کرد که سبب‌های مرگ مرموز این مرد را تحقیق کند. مقامات دانشگاه آموزگاری به نام صدرالدین عینی دوشنبه برای دانشجویان موفق 3 استیپندیه نو را جاری کرد. اولا استیپندیه شورای عالمان که این دو جا هست و هر یک دانشجو می تواند که نامزدی خود داشتش را برای گرفتن استیپندیه شورای عالمان پیشنهاد کند. این به دانشجویان داده می شود که آنها با بهای خوب و اعلی تحصیل میکنند و در کارهای جمعیتی دانشگاه فعالانه شرکت می‌ورزند. همچنین به خاطر ابدی گرداندن یکی از چهره‌های برجسته علم و فرهنگ و شخصیتی که برای دانشگاه آموزگاری نهایت ارزش بلند دارد و ختم کننده همین دانشگاه به حساب می‌رود، اکادمیسین امیدجان شکوری ما استیپندیه نامی اکادمیک امیدجان شکوری را تأسیس دادیم. تفصیلات این و دیگر خبرها در سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و ضمیمه تلفنی همراه شما.